سلام بچه ها، امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی باشه. خوش اومد به یه ویدیو دیگه. من حامد یونسیان هستم و اینجا کانال یوتیوب منه. اگر مطالب آموزشی حوزه شبکه، هک و امنیت، تست نفوذ و دیگر موارد تکنولوژی علاقه‌مندی، حتما کانال رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و حتما واسم کامنت بذار، چون که فیدبک هایی که میدی خیلی واسه من مهمه. خب بچه خوش اومد به اولین قسمت از دوره رایگان CCNA مون، البته به صورت رسمی. ویدیو قبلی یه مقدمه ای بود، ولی توی این ویدیو میخوایم با هم در مورد سویچ های سیسکو، نحوه عملکردشون و نحوه کارکردشون به صورت مفصل صحبت بکنیم. برو بریم. ما توی دوره نتورک پلاس اگر یادتون باشه با هم یاد گرفتیم که سویچ چیه، سویچینگ چیه، تودی با روترها آشنا شدیم، فرق بین هاب و سویچ رو فهمیدیم، ولی قراره که با همدیگه اینجا دیپ دایوینگ into the switch. خب و میخوایم با همدیگه به صورت خیلی عمیق وارد سویچ بشیم. واسه همین بچه ها من برای اینکه بهتر واسمون یه سری چیزا جا بیفته سعی میکنم که از این سویچ فیزیکالی هم که اینجا دارم استفاده بکنم. اینم آوردم واسهتون که یه سری چیزا رو با همدیگه به صورت عملی تر ببینیم که مطالب خیلی بهتر واسهتون جا بیفته. این نکته رو بهتون بگم که برای بعضی از دوستان ممکنه که حالا بگن آقا ما نتورک پلاس رو شاید ندیدیم. خب اتفاقی نمیفته. اگر نتورک پلاس رو دیده باشید واسهتون مطالب خیلی بهتر جا میفته، ولی اگر هم ندیدید من سعیم رو میکنم که مطالبم رو جوری بگم که برای کسایی که ندیدن یه جوری ترین بشن، کسایی که دیدن که خب چه بهتر یه فلش بکی میخوره و براشون مطالب ریویو میشه. اتفاق خاصی نمیفته. بریم سراغ بلک بوردمون و یه مروری داشته باشیم بچه ها روی بحث سویچ توی دوره نتورک پلاس و مقدمه باشه برای بحث سویچینگمون توی دوره فری CCNA مون. اما اول از هر چیزی اگر یادتون باشه ما یاد گرفتیم که ما دو نوع سویچ داریم. یه سویچ های لایه 2 هستن، یه دونه سویچ های لایه 3 هستن. سویچ های لایه 2 سویچ های هستن که در لایه 2 مدل OSI کار میکنن. خب یادتون هست بچه‌ها گفتیم که ما توی OSI 7 تا لایه داریم. یه مدلی داریم تحت عنوان مدل OSI که 7 تا لایه داره. از پایین بیایم با هم دیگه یه مرور بکنیم. پایین فیزیکال، دیتا لینک، نتورک، ترانسپورت، سشن، پرزنتیشن و در نهایت اپلیکیشن که هر کدوم شامل کلی پروتکل هستن، کلی کارهای مختلف انجام میدن و دونستن OSI برای هر شبکه کاری مهمه. سویچ های لایه 2 در لایه دوم کار میکنن، کاملا از اسمشون مشخصه. یعنی لایه چی؟ دیتا لینک. خب تو لایه دیتا لینک چی میگذشت؟ ما توی لایه دیتا لینک از پروتکل های لایه 2 داریم. خب مثل چی؟ مثل پروتکل VTP، مثل پروتکل خدمتتون عرض بکنم که LLDP، مثل پروتکل CDP، مثل پروتکل دیگه بخوام مثل STP حالا ذهنم یاری بکنه. ولی گفتیم که توی فریم هایی که تو لایه 2 وجود دارن یه چیز خیلی مهم وجود داره. آدرس دهی لایه 2 اینجا اتفاق میفته. توسط چی؟ توسط مک آدرس، خب یا مدیا اکسس کنترل، مخففش هم گفتم بدونید، یا هم آدرس فیزیکی. مک آدرس چیزی که در لایه 2 داره زندگی میکنه. خب آدرس فیزیکی کارت شبکه، یادتونه آدرس یونیک هر کارت شبکه که کاری باش نداریم اینجا دیگه بازش نمیکنه. مک آدرس اینجا وجود داره. پس بچه وقتی ما میگیم یک سویچی لایه 2، خب مثل سویچ های 2960 که خیلی دیدینش و شکل ظاهریش هم مثل همین سویچی که الان آوردم بالا. حالا 24 پورتش خیلی استفاده میشه، استفاده های زیادی داره و مدل مختلف 2960 پیوی داریم، غیر پیوی داریم، گیگ داریم و موارد مختلف که حالا میریم سراغ دیتا شیتاش هم میریم میبینیم که چطوری میتونیم در مورد سویچ اطلاعات کسب کنیم، اونم بهتون میگم. اما نکته مهم اینجاست که وقتی که ما میگیم یه سویچ لایه 2 و این موارد رو داخل خودش داره، اول ما شکلش رو این شکلی ترسیم میکنیم. از این به بعد قرارداد ما و قراردادی که تو اکثر کتب هست، تو اکثر داکیومنت ها هست، سویچ های لایه 2 رو به این شکل ترسیم میکنن. بچه‌ها سویچ های لایه 2 فقط و فقط با مک آدرس میتونن عملیات سویچینگ رو انجام بدن. اما چه جوری؟ بیایم با هم دیگه اینو بررسی بکنیم. اگر من یه دونه سویچ قرار بدم داخل نتورکم، خب و بیام یه سری کامپیوتر، یه دونه اکسس پوینت هم ذره بزرگ شد، یه دونه
لپتاپ اینجا بذارم، یه دونه موبایل اینجا بذارم و بیام یه دونه پرینتر هم اینجا بذارم، من یک شبکه کوچولویی رو اینجا تشکیل دادم. خب اینجا یه سویچ لایدویی هم گذاشتم. خب ارتباط اینا برقرار میشه. سویچ لایدویی رو بچه سویچ ما در مورد سیسکو داریم صحبت میکنیم و اکثر سویچ ها وقتی که شما سویچ رو به برق میزنید و میاد بالا، خب سویچ شروع به کار میکنه، یعنی هیچ کار اضافی قرار نیست انجام بدید. بدون اینکه شما کاری رو انجام بدید خود سویچ شروع میکنه به کار کردن و عملیات سویچینگ رو انجام میده. فقط کافیه که شما بیای برای چنین شبکه‌ای آی پی های هم رنج بدی به دستگاهات. حالا آی پی چطوری میتونی بدی؟ یا میتونی یه دی اچ سی پی سرور بذاری اینجا که عملیات آی پی دی رو انجام بده، بیا تنظیمات تی سی پی آی پی رو به صورت داینامیک روی دیوایسات اساین بکنه، یا اینکه نه میتونی دستی بیا آی پی بدی، بیا بگی آقا آی پی 192.168 مثلا 1.1، این یکی مثلا 1.2، این یکی 1.3، این یکی مثلا 1.4، ارتباط برقرار میشه. خب اما وقتی که به این دستگاه ما داریم آی پی میدیم، این سویچ این وسط چیکار داره میکنه؟ چون برفرض آقا من میام اینجا میزنم پینگ، خب آی پی 1.4 رو پینگ بگیر، اینجا میبینی که برات داره ریپلای میندازه و میبینی که ارتباطش برقراره. ولی اینکه چطوری این ارتباط برقرار شده توسط سویچ بحث اصلی ماست. بر فرض مثال بچه‌ها من میام، شما دیگه فرض من بر این میذارم که با پکت ها آشنا هستید، اگرم نیستید در آینده ویدیوهای بیشتری در این مورد میذارم واسهتون که با انواع پروتکل ها هم آشنا بشید. ولی خب برای دوره سی سی ان ایمون عرض میکنم، فرض میکنیم که بچه من اینجا نوشتم پینگ روی این دستگاهه، خب نوشتم پینگ 192 168 مثلا 1.4. این وضعیت این پرینتر رو میخوام چک بکنم، یا بزنید یه ذره جذاب‌ترش بکنم، میکنمش 1.3. میخوام وضعیت این موبایل رو چک بکنم ببینم آیا میتونم از موبایل پینگ بگیرم یا نه، میتونم ارتباط دارم باش یا نه. وقتی که این دستور رو من میزنم، قبل از اینکه هر اتفاقی توی این شبکه بیفته و پکتی جابجا بشه، این کامپیوتره میاد چیکار میکنه؟ میاد اول جدول آرپ خودش رو چک میکنه ببینه که آیا در لیست جدول آرپ من که محل نگهداری مک آدرس هاست، آیا مک آدرس مربوط به 1.3 رو دارم یا نه. اگر نمیدونید آرپ تیبل چیه بیاین اینجا. اگر من توی ران تایپ کنم cmd و در نهایت تایپ کنم arp-a، خب اینجا بچه شما لیستی از مک آدرس ها، خب لیستی از اینا، چون به عبارتی میشه گفتش که ویرچوالا این که شما ببینید هیچ مشکلی نداره. خب من اینم نمیتونم ببرم، بذارین یه کمی اینو بیاریمش بالاتر. خب اینو نکنید بچه ها، این یه جدوله تحت ما جدول آرپ تیبل. خب جدول آرپ تیبل توش چی داره؟ اگر دقت بکنید اینجا من یه آی پی دارم، یا مثلا اینجا یه آی پی دارم. البته اینا بچه آی پی برادکست ها خیلی دقیق فکر کن اینجا یه آی پی مثلا آی پی 12. خب البته اینکه نمیشه، بذارین یه کمی ببرم بالاتر که حداقل آی پی واقعی ببینیم. خب اب نداره. ببینید بچه‌ها اینجا ما این آی پی داریم، آی پی 192.168.1.1 درسته؟ خب این آی پی روبروش یه مک آدرس نوشته یا هم فیزیکال آدرس، خب که آدرس فیزیکی این آی پی است. اگر من بخوام با این آی پی ارتباط بگیرم، اول سیستمم میاد چک میکنه ببینه که آیا این آرپ وجود داره یا نه. چرا میاد چک میکنه؟ برای اینکه وقتی که من پینگ میگیرم، خب یه پکتی قراره ارسال بشه تحت عنوان پکت ICMP. خب تحت عنوان پکت ICMP. پکت ICMP یک پکتیه که حدود لایه 3 میچرخه. خب این پکت محتویاتش چیه؟ وقتی که میگم پکتی لایه 3 خب محتویاتش چیه؟ توی محتویات لایه نتورک رو داره، یعنی IP source، IP destination. این کمترین چیزیه که توی لایه 3 وجود داره. توی لایه 2 چیه؟ مک رو داره، سورس مک رو داره و دستینیشن مک. درست شد؟ این 4 پارامتر باید وجود داشته باشه تا کمترین ارتباط بتونه شکل بگیره. کمی ارتباط ICMP. حالا کاری با بقیه موارد نداریم که قرار حالا مثلا پروتکل‌های دیگه جابجا بشن، نه.
این کمترین چیزیه برای اینکه بخواد دو تا سیستم بخواد ما هم ارتباط بگیرن. خب الان من آی پی سورس رو دارم توی این سناریو. آره این آی پی سورس هم یک. خب این میشینه اینجا. آی پی دستینیشن رو آیا دارم؟ آی پی دستینیشن هم دارم. بله خب دارم پینگ میگیرم، یک سه تکلیف مشخصه، میدونم با کی میخوام ارتباط بگیرم. سورس مک رو دارم؟ بله دارم. آقا مک این سیستمه، فرض میکنیم AAA. درست شد. مک این سیستم هم فرض میکنیم CCC. درست شد. خب چقدر کلمه درست شد دارم استفاده میکنم. اینجا سورس مک مشخصه AAA. دستینیشن مک رو دارم آیا؟ علامت سوال اینجاست که میره آرپو چک میکنه. ببین آقا متناظر با این آی پی دستینیشنه، آیا من دستینیشن مک رو دارم یا نه. وظیفه آرپ همین بود دیگه، قرار بود مک آدرس های متناظر با آی پی رو برای من برگردونه برای اینکه بتونه ارتباطات بعدی شکل بگیره. خب حالا اینجا نیست، وجود نداره. آرپ اینجا میره وارد عمل میشه. درست شد. یا آرپی میره وارد عمل میشه. آرپ که میره بالا، پکت آرپ که میره به لایه 2 میرسه، قرار برادکست بشه دیگه. ما یاد گرفتیم پکت آرپ یک پکت از جنس برادکسته. خب آی پی که روش ست میشه آی پی برادکسته، مکی که روش ست میشه تماما افه. خب پس بسته از جنس برادکسته. اما تو همون پکت آرپرم باز ببینید بچه ها، ما اینجا سورس مک رو داریم، سورس آی پی رو هم داریم. خب سورس آی پی رو هم داریم و دستینیشن آی پی رو هم داریم، ولی سورس مک واسه ما علامت سوال این محتویات پکت آرپه که میره اینو در بیاره. حالا پکت آرپه میاد میرسه به سویچ چه عکس العمل نسبت به این قضیه نشون میده. سویچ هم باید بدونه که آقا این بسته به عبارتی دستینیشن آی پی XA که میخواد باش ارتباط بگیره کجاست، به کدوم پورتش وصله. پورت سویچ که اینجا داریم نگاه کنید بچه ها، این سویچ رو ببینید، این سویچ الان 48 پورته. خب من ممکنه پرینتر رو به این پورت بزنم، اکسس پوینت رو به این پورت، چه میدونم کامپیوتر رو به این یکی پورت. خب و در نتیجه این سویچه باید بدونه که این دستگاه به کدوم پورتش وصل شده. پورت رو هم که دیدید. خب واسه همین اگر سویچ قبلا باهاش ارتباط نگرفته باشه و پکت هم که پکت آرپ، پکت برادکسته، میاد اون پکت رو در کل شبکه برادکست میکنه. یعنی هم برای این میده، هم به این میره، هم به این میره، به این برسه به این میده و این. اوکی فینیش. حالا الان ما میخوایم اینجا رو بررسی بکنیم. خب این پکت وقتی میرسه به این سویچ بچه ها یک به عبارتی مموری داره به اسم کم. خب یا کانتنت ادرسبل مموری. خب یه مموریه که آدرس ها رو قرار تو خودش ذخیره بکنه. اما چه آدرس هایی رو بچه ها؟ من یکم صندلی میبرم ورتر. خب اما چه آدرس هایی رو؟ آدرس مک رو قرار ذخیره بکنه داخل خودش. خب قراره ببینه که این مکه خب به کدوم پورت، یا بهتر از این به بعد بگیم به کدوم اینترفیس وصله و در چه ویلنی. حالا اینکه نمیدونید الان ویلن چیه بعدن یادش میگیرید، کسایی هم که میدونن که خب چه بهتر. ما به کلیت این ماجرا داخل سویچ بچه‌ها مک تیبل هم میگیم. خب مک تیبل یک جدولیه که اطلاعات داخل خودش نگه میداره. میریم تو سویچ با هم دیگه میبینیمش. الان میخوام فقط تئوری یادش بگیرید. خب حالا سویچ میاد پکت هایی که بهش میرسه، چه میخواد آرپ باشه چه هر چیز دیگه ای، میاد این سورس مک رو بر میداره واسه خودش، یه جدولی تشکیل میده. میگه آقا این کامپیوتر الان به پورت 1 من وصله، این اکسس پوینتر به پورت 2 من وصله، این پرینتر به پورت 3 من وصله. میاد میگه آقا از پورت 1 من خب یه بسته‌ای به من رسیده که مک آدرسش AAA، میچسبونه توی مک تیبلش، نگهش میداره، اکسپایر تایم داره، صحبت میکنیم در موردش. خب این پکت آقا حرکت کرد، کجا میره؟ برادکست. گفتیم به این میرسه. این که ریسپانس نمیده. چرا؟ چون وقتی پکت رو چک میکنیم این دستینیشن آی پیش 1 میگه آقا من نیستم پس من جواب نمیدم، دراپش میکنه. میاد میرسه به اکسس پوینت، اکسس پوینت به این میده، به اینم میده، این ریسپانس میده. چرا؟ به خاطر اینکه میگه 1 منم دستینیشن آی پی که روی این پکت ست شده با
آی پی من یکسانه، مال منه، ورش میداره، چک میکنه، رسپانس میده. حالا بسته بر میگرده بچه ها، یه مقداری من اینجا رو خلوت بکنم، میاد چیکار میکنه؟ بسته رو گفتیم رسپانس میده، این میاد بالا. حالا بچه ها محتویات پکتی که این داره میفرسته چیه؟ محتویات پکتش کامله. سورس مک رو داره، دستینیشن مک رو داره، سورس آی پی رو داره، دستینیشن آی پی رو هم داره. این محتویات این پکت هست که داره میره سمت بالا. خب میاد میرسه به سویچ این پکت رو باز میکنه، مثل کاری که با مورد قبلی کرد. خب میاد پکت رو باز میکنه، از کجا رسیده؟ از مثلا آی پی 1.3 که سورس مکش CC. خب میاد اینو باز میچسبونتش داخل جدول مک خودش، میگه آقا پورت 2 من به یه مکی وصله که CCCه. درست شد؟ خب و اینو داخل جدول خودش ذخیره میکنه. دیگه کاری با بقیه‌اش ندارم، میخواستم فقط همینا رو گفتم که ذهنتون کامل باز بشه. این تا اینجا محتویات مک تیبل من داره به صورت داینامیک داره پر میشه بچه ها. من هیچ کانفیگی رو سویچ هنوز نزدم ها. این مکانیزم سویچه، به این عملیات میگن سویچینگ. خب به اینکه این فرایند داره طی میشه بهش میگن چی؟ سویچینگ. خب حالا فرض بکنید بچه ها 1-2 هم همین اتفاقات براش میفته. 1-2 وقتی که پکتش رو ریسپانس میده چه اتفاقی میفته؟ اینجا میاد یه دونه پورت 2 میچسبه، باز اکسس پوینت ها، اکسس پوینت به صورت وایرلس هن، 200 تا دستگاهرم وصل باشه اینجا 200 تا پورت 2 میفته. خب و اینجا میگه چی؟ میگه مثلا مک آدرس DDD به پورت 2 من رفته. به این میگن نحوه لرن کردن مک آدرس توسط سویچ و عملیات سویچینگ. به همین سادگی. میدونم حالا شاید یه کمی پیچیده بود، ولی بچه‌ها این میشه روند سویچینگ. خب و کاریه که سویچ داره انجام میده. ویدیومون رو خیلی طولانی نمی‌کنم، تا همینجا که مطالب تئوریش رو یاد گرفتیم کافیه. ویدیو بعدی میریم روی نرم افزار شبیه ساز و با هم دیگه همه اینا رو تو شبیه ساز میبینیم. ویدیو بعدیمون سویچمون رو روشن میکنیم، سویچمون رو از نزدیک میبینیم چجوری روشن میشه و کلی کار داریم. با LED های سویچ آشنا میشیم، با کانفیگش آشنا میشیم و کلی کارهای مختلف دیگه که امیدوارم ازش لذت ببرید. تا ویدیو بعدی فعلا تا همینجا کفایت میکنه. مطالب رو داشته باشید، ویدیو رو لایک، سابسکرایب و بقیه مواردی که دیگه خودتون میدونید یادتون نره. دمتون گرم. فعلا خداحافظ.